تصویر 16. عیسی شکنجه بگو. عیسی معجزات خیلی بیشماری انجام داده. افراد زیادی ازش پیروی کردن. عیسی مهربون بود. او بیماران شفا بده و راه خدا رو برشون نشون داد. او به این دنیا اومد تا گناهکاران نجات دهد. اما خیلی اهانون عیسی را گناهکار فرض کردن. ازش تنفر داشتن. رهبران قوم یهود بر عیسی حسودی کردن و به او ایمان نداشتن. آنون عیسی را دستگیر کردن و دروغ زیادی بین مردم شایع کردن. بعدش سر پرش خاری بندنش و او تف دونشون برش بستن و مسخرهش کردن. اما عیسی هیچ گونه ناراحتی مقاومت خودش نشون نداد. او اخر دونست که هنون با خوب پیوندن. او اجازه داد تا انسانای گناهکار او اذیتش کنن و کشنش. عیسی مسیح به این دنیا اومد تا قربانی گناه‌ها بشر بود و به این ترتیب جریمه‌ای که واس که برای گناهان خامون پردازیم او پرداخت کرد. تصویر 17. عیسی مسیح بکشن. سربازا عیسی مسیح خدا را به صلیب چوبی میخکوب بکنن. حالا صلیب ایستاده پلنش تا به او صورت آویزون منه و میره. همراه به عیسی دو جنایتکار دیگه به همین شکل هم به قربانی بکنن. او زمان کشتن جنایتکارا به وسیله صلیب مرسوم بیده. اما عیسی اصلا مرتکب گناه نبیست بید. او قربانی بیست تا جریمه گناه ها همه مردم پرداخت کنن. اما همه مرتکب گناه بیسیمه و همین خاطر کل گناه ها هم محکوم به نابودی هن. عیسی این مجازات مرگ که مستحقش آمون بیدیم آمون گرفت. هرکلمون صمیمانه اعتراف کنیم که گناهکاریم با تمام وجود و گناهان و راه ها بد خودمون برگشتیم و خدا هم آمون خواهد بخشید و به خداوند عیسی مسیح ایمان آوریم تا نجات پیدا کنیم. تصویر 18. قیام مسیح. دشمنون عیسی فکر کردن که او ابین بردنه، در صورت که ایطور نبید. بعد اینکه عیسی سر صلیب جون خوش دست و رفیقانش جسد او می غاری بندن و در ورودی غار پسنگ گپید بستنش. 2 روز گذشت. روز سوم مسیح مرگ برسید. وقتی که چند تا از زنان سر قبرش اومدن دیدن سنگ گپ کنار رفته و جسد عیسی مسیح می غار نه. یکی 2 فرشته می آسمون ظاهر بیسن و به هانون گفتن که عیسی اینچون نه، او زنده بیسه. عیسی مسیح به قیام خودش مرگ آشکارا ثابت کرد که همون خدای حقیقیه. عیسی امروز هم زنده است و قدرت او به مراتب از قدرت شیطان مرگ بیشتره. تصویر 19. توما ایمان میاره. بعد هم که عیسی مرگ برسه تعداد شاگردانش وان سیل کنن، پیش قصب کنن، حتی پیش چه بخورن. یکی از شاگردان مسیح به اسم توما نتره باور کنه که مجددا زنده بیسه. او بگوه تا خودم شخصا جا زخم میخانم لارش نبینم و هنون لمسشون نکنم ایمان نمیارم. می تأثیر سیر کنیم که عیسی جا زخمان خودش به توما نشون دهه. او که دیگه تردید و شکی می زنده شدن مسیح نداشته به پا مسیح میفته و به او بگوه ای خداوند و ای خدای من. عیسی بگوه خوشا به حال کسانی که من ندیده ایمان آوردن. تصویر 20. صعود عیسی مسیح به آسمان. تا 40 روز بعد از زنده بیستن عیسی بارها خودش به مردم مختلف نشون داد. خیلی ها دیدنش که زنده بیسته. عیسی وقت به آن رسیده که به آسمان نزد بوش برگرده. او کاری کسی انجامش اومد انجام داد. عیسی به شاگردانش گفت این خبر خوشه و همه کس همه جا بشارت ده. شاگردانش دیدن که عیسی به آسمان رفت و بعدش 2 میری سفید پوش ظاهر بیستن. گفتن مسیح خداوند به همین شکل که به آسمان رفته به زمین برگرده. تا وقتی که زمان وصول رسه مسیح در آسمان منه. او سده دیانه که هانون بهش ایمان آورن و ازش پیروی کنن به آسمان بید و جای تدارک دید. ای دوست عزیز، شما خودتون تدارک دیده یا خودتون سوال کنی که آیا به مسیح خدا ایمان آورده یا آیا آمادگیش داری که وقتی به زمین اومد و ملاقات کنی. تصویر 21. صلیب. عیسی مسیح جون خوش داد تا امون مجازات گناه که مرگ و نیستیه رها کنه. او هیچ وقت گناه نکرد.
او پی مرگش گناه که باعث جدایی آمون از خدا بیست همیون برداشت. صلیب آمون یادآور این حقیقته که عیسی قربانی پاک و بیگناهی بید که کفاره گناهان آمون بیست. به همین دلیل وقتی که به عیسی مسیح ایمان میاریم و توبه کنیم، خدا هم آمون رو ببخشه. به خاطر ایمان به عیسی مسیح که آمون فرزندان خدا خوانده ببین و از صلح به خدا بهره مند ببین. تصاویر بعدی به آمون کمک کنن که فهمیم مسیحی بودن چه معنی و مفهومی داره. تصویر 22. دو ره. عیسی مسیح به آمون آموزد که می طول زندگیمون دو ره پیش ریمون قرار داره. اول ره عریض پر از گناه که به آتش جهنم و نابودی منتهی ببود. کل ما از نسل آدمیم، دارای طبیعت گناه آلوده هستیم. بیشتر می این راه عریض قدم ببریم. عیسی فرماید که ره دوم که باریک‌تره اما منتها به ملکوت خدا ختم بود. با این ره پیش گیریم. هر شخص می طول حیاتش به عیسی ایمان آره نجات پیدا کرده و عمر جاودان پیدا کنه. او در واقع خودش هم ایجادی باریک و هیچ گونه محکومیتی همسیش وجود نداره. هر تصمیم گرفتی که به عیسی مسیح ایمان آره تری می تنهایی به خدا خودتون قصه کنی و گوی خدایا ما اعتراف کنم که گناهکارم، ایمان دارم که مسیح بری صلیب به خاطر گناهان ما کشته بیست. ما نبخش، قلب ما پاک کن. من یکی افراد خانواده خودت میخوام عیسی مسیح می دنیا و در آینده پیروی کنم و میخوام پیتو در ملکوت تو بام. خدایا تو ممنونم.